گلبدین حکمتیار سیاستمدار ضد و نقیض افغان روز روم دکابر در مویزش در نماز جمعه در یکی از مسجدهای کابل گفت عاملان سوءقصد روز دوم دکابر به او دو شهروند تاجیکستان بودند. جنگیان حرکت تندرو طالبان بعد تصرف دوباره قدرت در افغانستان در سال 2021 امامت یک مسجد کابل را به حکمتیار سپردند و او هر روز جمعه از این منبر مسجد درباره مسائل مختلف اظهار نظر میکند. تحقیقات ابتدایی نشان میدهد که هر دو تروریست تاجیکستانی‌اند، افغان نیستند. گروه تروریستی نتوانسته است که کسی را از میان افغان‌ها آماده کند. باید معلوم شود که چرا تاجیکستانی‌اند، چرا نه افغان. بیرق سیاه داعش از دست امکار و محافظ تروریست انتحاری به دست آمد، گفته است حکمتیار در مویزش. این در حالی است که تاکنون یگان گروه مسئولیت حمله مرگ‌طلبانه روز دوم دکابر به دفتر حزب اسلامی افغانستان سازمان سیاسی حکمتیار و طرفداران او را به دوش نگرفته است. مقامات تاجیکستان تاکنون ادعای حکمتیار درباره تاجیکستانی بودن عاملان سوءقصد به جان این سیاستمدار جنجال برانگیز را شرح ندادند. روز دوم دکابر سال 2022 در کابل پایتخت افغانستان هنگام نماز جمعه به جان گلبدین حکمتیار سوءقصد مسلحانه صورت گرفته است. حکمتیار 75 ساله بعد از حمله انتحاری به جانش در یک پیام ویدیویی گفت که حمله کنندگان لباس زنانه، چادر و برقع در تن داشتند. گفته میشد دو حملهگر مرگطلب وارد محل اقامت او شدند و خواستند بمب‌های خودساخت را که در بدن آنها نصب شده بود بتر کنند. حکمتیار گفته است قبل از رسیدن به هدف این دو حملهگر مرگطلب از سوی محافظان او کشته شدند و در نتیجه درگیری یک تن از یاران حکمتیار هم کشته شده و دو تن دیگر زخمی شدند. در این حمله به خود حکمتیار آسیبی نرسیده است. گلبدین حکمتیار یکی از سیاستمداران جنجال برانگیز افغانستان است که در سالهای 80 و 90 از فرماندهان صحرایی مجاهدین افغان و اساسگزار حزب اسلامی افغانستان بود. او از سوی بسیاری از افغان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر به نقض حقوق انسان در سالهای 90 عیبدار می شود. گلبدین حکمتیار بعد تصرف افغانستان از سوی طالبان در میانه سالهای 90 ترک کشور کرد و سالهای زیادی باعث بندی نیمه آزاد در ایران قرار داشت و تنها سال 2017 توانست به افغانستان برگردد. طالبان بعد تصرف دوباره کابل در ماه آگوست سال 2021 حکمتیار را امام یکی از مسجدهای پایتخت افغانستان تعیین کردند. او هر سر چند وقت از منبر این مسجد از جمله در مورد حکومت تاجیکستان سخنرانی‌های بحث برانگیز می‌کند.